املت یک غذای مخصوص انسان‌های مجرد. این غذا در صبح‌ها برای انسان‌های ثروتمند و در شب‌ها برای انسان‌های فقیر سرو می‌شود. ابتدا پیاز، بعد رب گوجه و الان تخم مرغ را به اون اضافه کردیم. مقداری روغن که چربی خون رو به شدت بالا ببره و تا شب از گرسنگی نمیریم. حالا همونطور که میبینید داریم هم میزنیم تا به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. سعی کنیم دما رو کم کنیم تا ته نگیره. این غذای خوشمزه و دلچسب ایرانیه. همچنان که جلیز میکنه و ما داریم هم میزنیم میرسیم به منطقه‌ای که میخوایم سرو کنیم و نوش جان. و شما هم بفرمایید.